اسب‌های زرهدار و سواران سنگین اسلحه که از سر تا پا با زره پوشیده شده بودند در سپاه ساسانیان به چشم می‌خوردند. به این اکتفا نکرد و با شمشیرش خرطوم فیل را زخمی کرد و فیل با پایش او را به زمین زد. سلام به کانال کهن‌نگار خوش اومدید. با ادامه جنگ ساسانیان و مسلمانان همراه شما هستیم. اجازه بدید وقایعی که تا الان گفتیم رو یک مرور سریع داشته باشیم. بعد از رحلت پیامبر، ابوبکر به خالد ابن ولید دستور داد با سپاهی چند هزار نفری به مرزهای ساسانیان بره و با اقوام و آبادی‌هایی که در قلمرو ساسانیان هست جنگ کنه. مگر اینکه به مسلمانان جزیه پرداخت کنن و یا اینکه به دین اسلام در بیان. خالد به بیرحمانه ترین روشی که بلد بود این دستور ابوبکر رو به انجام رسوند. از قتل عام مردم آبادی‌ها گرفته تا اسیر و برده گرفتن زنها و بچه‌ها و مسائل این چنینی. روستا پس از روستا و آبادی پس از آبادی بود که به دست مسلمانان گشوده میشد و مثل یک ماشین جنگی سپاه مسلمانان به پیش میرفت و سپاههای ساسانی را یکی یکی در هم میشکست. حکومت ایران هم حتی زمانی که نواحی بسیاری به دست مسلمانان افتاده بود، همچنان درگیر مسائل داخلی بود و شاه پس از شاه بود که بر تخت می نشست. در کمتر از 2 سال چیزی حدود 10 تا 15 پادشاه بر تخت پادشاهی نشست و هر کدام بعد از مدتی اگه خوش شانس بودند تنها برکنار می شدند وگرنه خونشان را می ریختند. به هر حال تا اینکه رستم فرخزاد سردار بزرگ ایرانی به صحنه میاد و در کنار پوران دختر کسری پادشاه ساسانی حکومت را در دست میگیرند. البته در دربار ایران همچنان دشمنی‌ها و کینه‌ها و حسادت‌ها وجود داشت و اوضاع تنها به نظر آرام می‌رسید که همین هم دوام چندانی نداشت که خواهم گفت. از طرفی زمانی که مسلمانان موفق میشن که شام یا همون سوریه امروزی را فتح کنن، ابوبکر از دنیا میره و عمر به جای او خلیفه مسلمانان میشه. از اولین روز خلافتش شروع میکنه به دعوت مسلمانان به جهاد با پارسیان یا همون ایرانیان که تا 3 روز جرأت این را نداشتن که بخوان داوطلب بشن و همه سربازان مسلمان خواهان رفتن به قلمرو روم و جنگ با رومیان بودند. تا اینکه ابو عبید یکی از بزرگان مسلمان به عنوان اولین کس داوطلب میشه و پس از اون سایر مسلمانان هم راضی میشن به مرزهای ساسانیان برن. اما به هر حال سپاه مسلمانان به داخل مرزهای ساسانیان میاد و تمام آبادی‌ها و روستاهایی که در سر راهشان بوده را همه را غارت و ویران میکنند. تا اینکه به قلمرو یکی از بزرگان پارسی به اسم نرسی میرسن که صاحب بزرگترین انبار غذا در تمام امپراتوری ساسانیان بوده و بعد از اینکه جنگی بین مسلمانان و سربازان نرسی شکل میگیره، مسلمانان پیروز میدان میشن و انبار آذوقه به دست مسلمانان میفته. بعد از این برای تمام اعراب خبر میفرستن که منظورم از اعراب مسلمانان تنها نیست و برای عربهای غیر مسلمان حتی خبر میفرستند که آهای بیایید و ببینید که به چه چیزی دست یافتیم. بیایید و ببینید که خدا چطور به ما پاداش جهاد با کافران را میدهد. با غلبه بر شاهان پارسی خداوند اینطور ما را خوشنود میکند. بعد هم به همه کسانی که در آن ناحیه حاضر میشن میگن که هر چقدر میخواهید و امکان حمل کردنش را دارید بردارید ببرید و حتی به ایرانیانی که در سپاه پارسیان بر علیه مسلمانان نجنگیده بودند مثل کشاورزان هم آذوقه میدهند. دیگه خودتون تصور کنید چقدر این انبار بزرگ بوده. خلاصه در این زمان بود که بعضی از شهرهای ایران که دیگه به حکومت ساسانیان امیدی نداشتند که با مسلمانان مقابله کنه، تلاش می‌کردند به نحوی نظر مسلمانان رو نسبت به خودشون مثبت کنند و از کارهایی که می‌کردند فراهم کردن غذا برای تمام سپاه مسلمانان بود. در کتاب طبری غذایی که برای مسلمانان می‌آوردند اینطور نوشته شده: جوجه کبوتر، برای کباب شده، قارچ و خردل و سایر چیزها. اما جنگ پل. باز تأکید می‌کنم که دلیل این کار مردم بعضی از آبادی‌های ایران فقط و فقط ترسی بود که از مسلمانان داشتند. خلاصه رستم یک سپاه 10,000 نفری و چند فیل
برای مقابله با سپاه مسلمانان میفرسته که نزدیک رودی به یکدیگر میرسند. پیش از شروع جنگ 2 نکته جالب توجه و یک شمار سپاهیان مسلمان که اونها هم 10,000 نفر بودند و نکته دوم این هستش که در بین 4 عدد فیلی که در سپاه ساسانیان بود، یکی از فیلها بزرگترین فیل در سپاه ساسانیان بود و با رنگ سفید بر آن زده بودند و کاملا سفیدش کرده بودند و روی بدنش و خرطومش تیغه‌های تیز نصب کرده بودند. اما برگردیم به رویارویی 2 سپاه. سپاه ایران از مسلمانان میپرسند شما به طرف ما میایید یا ما به طرف شما بیاییم. اکثر سپاهیان و سران مسلمان که بر این عقیده بودند که مسلمانان تا به حال با چنین سپاهی روبرو نشده اند و تا امروز هیچ یک از سپاههایی که از پارسیان به جنگ ما آمده اینطور مجهز نبودند و اگر این طرف رودخانه باشیم راه برای گریز داریم، ولی اگر به طرف دیگر رویم معلوم نیست چه شود. اما سالارشان یعنی ابو عبید گفت که ما به سوی شما میاییم. سپس سپاه پارسی عقب نشست تا مسلمانان کامل از روی پل عبور کنند و وقتی هر 2 سپاه در مقابل یکدیگر به صف شدند جنگ بین آنها آغاز شد. علاوه بر بزرگترین فیل در کل امپراتوری، اسب‌های زرهدار و سواران سنگین اسلحه که از سر تا پا با زره پوشیده شده بودند در سپاه ساسانیان به چشم می‌خوردند و گویند که حتی اسب‌های مسلمانان از این صحنه آشفته شده بودند. اسب‌های مسلمانان به سوی سپاه پارسی پیش نمی‌رفتند و سر جای خودشان می‌ماندند تا سپاه مقابل به طرف آنها حمله کند و مسلمانان پراکنده می‌شدند. به قدری این موضوع به ضرر مسلمانان شده بود که از اسب‌ها پایین آمدند و پیاده با سپاه ساسانی جنگ کردند. بر روی هر فیل یک صندوق یا به عبارتی یک جایگاه چوبی بود که در آن حدود 10 نفر جا گرفته بودند و با نیزه دشمنان را می‌زدند که مسلمانان شروع کردند بندهای این صندوقها را با شمشیر پاره کنند و کسانی که در آن صندوقها بودند را می‌کشتند. هر 2 سپاه با تمام وجود شمشیر می‌زدند تا اینکه ابو عبید به شخصه بند فیل سفید را پاره کرد. به این اکتفا نکرد و با شمشیرش خرطوم فیل را زخمی کرد و فیل با پایش او را به زمین زد و روی بدن ابو عبید ایستاد. در هنگام جنگ وقتی که مسلمانان تازه شروع کرده بودند از میدان جنگ فرار کنند، یکی از مسلمانان برای اینکه جلوی فرارشون را بگیره طنابهای پل را پاره میکنه تا راه فرار مسلمانان را بسته باشه. اما با این کارش باعث میشه مسلمانان به تعداد زیادی خودشون را به آب پرت کنند و به همین دلیل تعداد کشته شدگان این جنگ برای مسلمانان زیاد میشه. اما خوب در همین زمان بهمن جازویه سالار سپاه پارسیان خبردار میشه که آتش درگیری‌های دربار ساسانی بار دیگر شعله‌ور شده و از آنجا که بهمن به عبارتی در تیم رستم بود، به جای اینکه به باقی سپاه مسلمانان رسیدگی کنه، یکی را به جای خودش میگذارد و به مداین میره. با رفتن بهمن سپاه پارسیان هم از هم میپاشه و بسیاری از سپاهیان پراکنده میشن. آن تعداد که همچنان در سپاه پارسیان مانده بودند را یکی از بزرگان به اسم مردانشاه رهبری میکنه و به تعقیب مسلمانان میره. اما آن دسته از مسلمانان که توانسته بودند فرار کنند در جایی به اسم الیس بار دیگر جمع شدند و مثنا هم سالاری آنها را به دست گرفت. و همین که مثنا از رفتن بهمن جازویه باخبر شد و فهمید که عمده نیروی پارسیان متفرق شده و تعداد اندکی به سالاری مردانشاه در تعقیب مسلمانان هستند، تصمیم گرفت که با آنها جنگ کند. مثنا با سواران سپاهش به مقابل پارسیان رفت و توانست مردانشاه را اسیر کند. و جالب است بدونید که بیشتر سپاه پارسیان به دست اهالی روستای الیس اسیر شدند، همان روستایی که تا همین چند وقت قبل به ساسانیان به چشم دوست و متحد نگاه می‌کرد و به مسلمانان به چشم دشمن و در قلمرو امپراتوری ایران و یا همان ساسانیان بود. سپس اهالی الیس اسیران را به پیش مثنا بردند. آقای مثنا هم از آنجا که مدتی تحت امر خالد گذرانده بود، دستور بر قتل اسیران میده و گردن تمامی آنها را میزنند.
ادامه رو برای قسمت بعد بگذاریم. بهتر استش که زمان ویدیو هم خیلی طولانی نشه.